حالا ما 8000 رقم او 8000 او آدمی که اوجا میره یعنی در دیگه ماشین وقتی شما خواب میکنید در دیگه ماشین نمیگذارونه همونجا هم سری 8000 همش در درونش همش 8000 اگر که همون جایی که اوچرد میستن اگر بخوان کلینتوس اونجا میمونن ملیسورا میته اوتا میریم وای پژلانی نباشه یا اون باش میکنم نباشه بسم الله همه دهقانی ایده باشه جون نفهمم خیلی السلام علیکم دوستان عزیز خداوند حفظتون کنه برادران مهربان قرار داریم در مترو والگاگرادسکی پراسپکت شرکت حاجیان خدا رحمت کنه برادر گرم ما هم که خیلی کم میکنیم اکای نعیم جون پروردگار جنت الفردوس نصیبش بگردونه تا که آواریا شد گذشته شدن 3 نفر او بیماروش یاد تجربه بالنسام ده بهش جواب دادن خلاصه که این قضای الهی در جایی که همو بخواهی در همونجا یعنی که الله در سرش خواسته باشد نصیب کشته باشه همونجا جون تا میگیره و همون خاطر بعد ما با همون امر الله چی میگیم تسلیم میشیم. خب ما دوستان عزیز رکلام میکنیم شرکت حاجیان ماشیناشو هر روزه ساعت 2 و 1 یا 12 ای مترو والگاگرادسکی پراسپکت میروند همون حاجیانی که من هم وقت میمونم یا ویزیت که تقسیم میکنم ماشیناشو همیان برادر عزیز 3-4 ماشین هم شرکت خیلی یا 5-6 برادر خیلی نه برادرش گذشته خاطی ماشینش یاش هستن خدا عمرشون درست کنه هر روزه همینجا 8000 میره گرانیت سمیه حجت هم میکنن کدمین ویزا پیزا پرابلم داشته باشه ان شاء الله یاش هم حل میکنن. دوستان عزیز از شما خواهش یک لایک کامنتری خوب و حرکت کنید که همین نوارا پان کنه کدمت که میخوای هر روزه گارانتی باورش اول پروردگار بعد ما همین شرکت نقشه که جانم خیل این ماشینا شما دوستان عزیز اکی ماشین مایداش کو رئیس شو این ماشینی که میبینی این ماشین خونده کلون اینا 290 یعنی ماشینو شرایطش بمبان یعنی میتونید دوستان عزیز با حاضر در همین ماشینای کامفورت ماشین لوکس ماشین خوب چیکار کنی سفر کنی به طرف گرانیس قزاقستان 8000 میسپره اگر که کدمت مقصد که خب بعضی جا من میکنن که وقتی که منتون میکنن میتونه که هر یک کدمت 200 روبلی 300 روبلی یا 500 روبلی دوستان عزیز چیکار کنید جمع میکنید بچه‌ها خود میگذارن اگر کدمت زپره داشته باشی پرابلم حجتو داری در همون راه یکی گایا قبیدن با طرف دیپارتمنت سکنه و البته اون محل چیکار میکنی هیچ ساک خدمت نیستی بچه‌ها جون عزیز با اون خاطر ماشینا هستن رقم اینمی در روی اکران 00 موندگی حرکت کنید ماشین بواری ما را زنگ بزنید خداوند حفظتون کنه برادرکو السلام علیکم و رحمت الله شرکت حاجیان در مترو والگاگرادسکی پراسپکت خدا نگهدار.